салом алайкум тамошобинони гиромӣ, хушомадед ба канали Дунёи рангини кӯдакон. Дар навори имрӯза мо пойафзол барои кӯдакони аз 3 то 6 моҳа мебофем. аввал 16 то занҷир мебофем. пас аз ин симаки бофандагиро намехел як маротиба тоб дода дар сурохии сеюм ба фосила бофта меравем. ман ба охири қатор расидам. дар сурохии охир 6 то ба фосила ҷуфт мебофем. яъне дар як сурохӣ якбора 6 то ба фосила мебофем. то охири қатор боз ба фосила мебофем. ман боз ба охири қатор расидам. дар охирин сурохӣ якбора боз 6 тои дигар ҷуфтӣ ба фосила мебофем. пас аз ин як то гирифта намехел пайваст мекунем. пас аз ин 2 то занҷир гирифта боз ба фосила бофтанро давом медиҳем. дар ҳар як сурохӣ яктогӣ ба фосила бофта меравем. мо то ан ҳамин қисм ба фосила бофта омадем. пас аз ин 6 то ҷуфт ба фосила мебофем. яъне дар як сурохӣ 2 то ба фосила мебофем. як то бофтам. ду то бофтам. ҳамин хел дутои 6 то мебофем. се то. чор то. панҷ то ва 6 то. пас аз ин боз ба фосила бофтанро давом медиҳем. дар ҳар сурохӣ як то бофта меравем. ман аллакай то охири қатор боз омадам. акнун дар ин қисм боз 6 то ба фосила мебофем. ба монанди дигар тарафаш. яъне дар як сурохӣ 2 то бофта 6 маротиба меравем.
پس از 6 تا جفت بافتن این قسم رو همین خیل یک تا زنجیر گرفته پیوست میکنیم. باز 2 تا زنجیر میگیریم با فاصله بافتن رو دوام میدهیم. اکنون با فاصله 1 تا تاق 1 تا جفت میبافیم. یک تا جفت، یک تا تاق، یک تا تاق، یک تا جفت. تا همین قسم من 1 تا تاق 1 تا جفت بافتم. اکنون پس از این با فاصله تاق میبافیم. باز ما با آخر قطار رسیدیم. اکنون این طرفش را مثل دیگر طرفش 1 تا تاق 1 تا جفت بافته می رویم. یک تا زنجیر گرفته پیوست میکنیم. پس از این رشته رو عوض کرده با رنگ سفید از قفا میبافیم. من همین طور بانده مفهومی از قفا بافتن رو استفاده میبریم. اول 2 تا زنجیر گرفته سیمک بافندگی رو یک مرتبه تاب داده و انا همین خیل یک مرتبه برآورده باز 2 مرتبه دیگر انا همین خیل میبروریم. یک مرتبه 2 مرتبه برآوردیم. رشته زیادی رو میبریم. این دیگر به ما لازم نیست. با رنگ سفید انا همین طور دوام میدهیم. سیمک بافندگی را یک مرتبه تاب داده و انا همین خیل یک مرتبه و 2 مرتبه دیگر انا همین طور میبروریم. همین طور تا آخر دوام میدهیم.
باز نشان میدهم. من تا آخر قطار آمدم. انا همین خیل باز یک زنجیر گرفته پیوست میکنیم. پس از این باز 2 تا زنجیر گرفته یک قطار دیگر با رنگ سفید با فاصله میبافیم. یعنی در هر یک سوراخی یک تا میبافیم. من یک قطار با فاصله بافته آمدم. اکنون یک زنجیر گرفته پیوست میکنیم. پس از این رشته سفید را نبریده یک قطار با رنگ کبود عادی میبافیم. من همین طور به فاصله عادی بافته می رویم تا آخر قطار. من تا آخر با رنگ کبود عادی بافتم. اکنون رشته سفید را باز گرفته دوام می دهیم بافتن را. رشته کبود را می بریم. باز با فاصله بافتن را دوام می دهیم. تا همین قسم با فاصله می بافیم. پس از این کم می کنیم. ما تا قسم پیش پای افضال آمدیم. من همین خیل اکنون کم می کنیم. سیمک بافندگی را یک مرتبه تاب داده در این سوراخی انداخته یک مرتبه از 2 تایش میبراریم. در سیمک 3 تا میموند. باز همین خیل از دیگرش گرفته از 2 رشته میبراریم. باز یک مرتبه گرفته از 2 تا میبراریم و همش را یک باره میبراریم. 3 مرتبه همین خیل تکرار کردیم. باز همین خیل 3 مرتبه دیگر تکرار میکنیم. و این آخرانش 3 مرتبه همین خیل تکرار میکنیم و از همش یک باره میبراریم. همین خیل پیوست میکنیم و باز
3 تا زنجیر گرفته 7 تای دیگر کم میکنیم. با این قسم گشته سیمک بافندگی را نمیخواه یک مرتبه تاب داده و 2 مرتبه دیگر نمیخواه میبراریم. هفت تای دیگر من کم کردم. اکنون 2 تای دیگر زنجیر گرفته باز کم میکنیم. این قسمت رو بسیار خوب اهمیت دهید. 9 تا را یک بار کم میکنیم. 2 تا زنجیر گرفتیم. سیمک بافندگی رو یک مرتبه تاب داده نمیخواه گرفته 1 تا میبراریم. 2 تا برآوردیم. 3 تا برآوردیم. 4 تا برآوردیم. 5 تا برآوردیم. در هر یک برآوردن یک باره از 2 تایش میگذرونیم. نه تا شد. پس از این همین طور از درونی همش یک باره خیلی میگذرونیم. و 1 تای دیگر گرفته پیوست میکنیم و رشته سفید رو میبریم. پس از این با رنگ کبود از این قسم نمین خیل گرفته 11 تا عادی میبافیم. پس از این 2 تا زنجیر گرفته و با فاصله نمین خیل 5 قطار دیگر میبافیم. من 5 قطار با فاصله بافتم و رشته زیادی رو میبریم. اکنون با رنگ کبود از این قسم بافتن را دوام میدهیم. من همینطور 2 تا زنجیر گرفته
یک دو همین خیل دوام میدهیم. تنها با فاصله این قطار را تا آخر تمام میکنیم. من به آخر قطار رسیدم. اکنون 2 تا زنجیر گرفته، یک دو، از این قسم 2 تای دیگر میپرتایم و در سومش همین خیل پیوست میکنیم. اینجا قسمی دوختن بندی پای افزال است و با فاصله بافتن را دوام میدهیم. من این قطار را هم با فاصله بافته تمام کردم. در آخر 2 تا بافته رو میمونیم و 2 تا زنجیر گرفته در آخرانش هم خیلی پیوست میکنیم. یک دو باز میگیریم. از قفای سوراخی که برای جای بندی پای افزال بود، پس از این 2 تا حساب کرده در سومش باز پیوست کرده همین خیل باز به فاصله بافتن رو دوام میدهیم. من با آخر این قطار هم رسیدم. سیمک بافندگی را همین خیل یک مراتبه تاب داده، در این قسم 2 تا پرتافته و در آخران قسم همین خیل پیوست میکنیم. باز از این طرف 2 تا پرتافته در سومش باز میبافیم. قسمی جای بندی پای افزال و فاصله بافتن را دوام میدهیم. من این قطار رو هم به آخر رساندم. اکنون باز 2 تا بافته را پرتافته در آخرانش یک تای دیگر پیوست میکنیم. همگی 4 قطار بافتیم. اکنون رشته زیادی رو میبریم. چقدر که میبینید پای افزال ما تمام شد. اکنون میگذاریم به قسمی بندی پای افزال. بندی پای افزال رو با رنگ خاکی میبافیم. رشته رو گرفته 100 تا زنجیر میبافیم. یک دو تا 100 همین خیل بافته میرویم.
من 100 تا زنجیر بافتم و رشته زیاتی رو بریده بند پای افزار رو پیوست میکنیم. چخیلی که میبینید پای افزار ما تمام شد. با همین نوار امروزه ما با آخر رسید. اگر نوار ما بر شما پسند آمده باشد پس لایک موندن و ابونه شدن رو فراموش نکنید. تا نوارهای آینده خیر در امان خدا باشید.